5 تا از بهترین نژاد سگ‌ها. اولین نژاد پودل هاست. بله، موهای فرفری، چشمای خوابا و خیلی هم گوگولی و بامزن. اینا هم خیلی مهربونن، هم کلا خیلی سر صدا ندارن، خیلی زود تربیت میشن و همه چیز رو یاد میگیرن و اینکه خیلی تو کانون خانواده گرم و صمیمیان و بین آپارتمانشون هم خیلی محبوبه به خاطر اینکه خوب تربیت میشن و خوب یادشون میاد و هوش خوبی دارن. دومین نژاد ژرمن شپرد هستش که هممون میشناسیمشون. این سگا خیلی باهوشن و یکی از باهوشترین نژاد هاست و یه جوریه که اندازه یه بچه 5 ساله کاملا همه چیز رو میفهمه و میتونه انجام بده که خیلی همون دیدیم که چه کارهای باحال و بامزه انجام میدن و اینکه خیلی مناسبه برای گروه‌های امداد و نجات و مشام خیلی قوی داره و ازش خیلی استفاده میکنن. بسیار حساسه، وظیفه شناسه و عاشق خانواده است. سومین نژاد گلدن هستش. این سگا خیلی بامزه و کیوت و خوشگلن و از یه طرف هم خیلی صمیمی و مهربونن و زودم اخ میشن و اصلا جوری نیستن که با غریبه‌ها سازگار نباشن. قشنگ زود اخ میشن، دوست میشن، مهربونن و همیشه شادن و خیلی از خانواده های این سگ‌ها رو تایید کردن که میگن واقعا شاداب و بانشادن. دوتای آخر یکی از بهترینان برای نگهبانی، چرا که هم سگ‌های قوی دارن، هم زورشون زیاده، اینکه کلا هم پرجذبن. این میبینیش اصلا حال میکنی. چی میتونه باشه؟ دوبرمن و روتویلر. اینا واقعا سگ‌های خیلی باهوش و قوی و سرعتی هستن که برای نگهبانی عالی هستن. البته که عاشق خانواده‌شون هم هستن ولی به این راحتی با هر کسی اخ نمیشن و اگر جوری تربیت شده باشن که با غریبه ها سازگار نباشن دیگه هیچی دیگه.